درود به بچه های گل کانال، ستونای جنگ یوتیوب. به خدا اگه شما نباشید یوتیوب اصلا صفا نداره، اصلا همینجور سوت و کور با صدای جیرجیرک در پس زمینه. ولی خوبه که هستید، داشتونم اینجاست و امروز میریم سراغ المپیک مستربیست، یه مسابقه خیلی خفن که از همه کشورها توش هستن و ما هم سعی کردیم با یه دوبله خنده‌دار جذابیتشو بیشتر کنیم. بریم سراغ ویدیو. پشت سر من از هر کشور دنیا یه نفر ایستاده. قراره ببینیم کدومشون از همه خفن تره، چون من همشون آوردم اینجا تا توی المپیک مخصوص مستربیست شرکت کنن. تو رشته‌های دو میدانی، تیراندازی، ژیمناستیک، فوتبال و شمشیرزنی. اما فقط یک کشوره که این مدال طلای 250,000 دلاری رو میبره. حاضرید اولین مسابقه رو شروع کنیم؟ شما 30 ثانیه وقت دارید که از این 3 تا مانع که هر کدوم از قبلی بلندترن بگذرید و قبل از بسته شدن اون دیوار قولاسه ازش عبور کنید. خیلی خوب، برو که رفتیم. 3 2 1 بریم. خب اولین چالش المپیک مستربیست شروع شد. بابا این دیگه مگه نون نخوردی؟ انگار ترمز بریدن. عجب شیر تو شیریه. الانه که دیوار بسته بشه زود باشید دیگه. وای انگار لشکر زامبیان. آره انگار لشکر زنبورا حمله کرده. نفر اولو ببین. داش فلش توی اون عداتو در میاره. اونجا رو باش. اندونزی اول شد. رد شدم به خاطر یک مدال طلا. برو زود باشین، دیوار داره بسته میشه، برسید. 8 ثانیه بیشتر نمونده، زود باشین. دیوار داره بسته میشه، بجنبید. کار جا نمونی. اومدم ای وای چه خریه. آفرین رفقا، یه مرحله به این مدال طلا نزدیکتر شدید. آمریکایی‌ها بزنین بریم. کی برنده شد؟ اندونزی از خط پایان رد شد. بیشتر از نصف کشورها تو مسابقه اول حذف شدن و 97 کشور دیگه میرن ادامه. خوش اومدی. روحتونم خبر نداره قراره چی بشه. یادتون نره که شما نماینده کشورتون هستید. بریم سراغ مرحله بعد. خدا به دادتون برسه رفقا. مرحله بعدی خفن‌ترین چیزیه که تا حالا تو استادیومون ساختیم. مسابقات ژیمناستیک. قراره بمیریم. شرکت کننده ها بیایید بالا. تو هر مرحله 10 تا کشور داریم و فقط 5 تای اولی که برسن به این سکو میرن مرحله بعد. ببین فرقی نداره 5 تاش از این ور باشه، 2 تاش این ور باشه، 3 تاش اون ور باشه، 5 تای اول فقط میرن بالا. 5 4 بقیه‌اش مهم نیست، برید. خیلی داره تون میره. باریکلا سرعت. ورزشکار سوریه پرواز نکنه سلام. ای وای، بیا از پسش برمیای. بدو. نه سوریه، دووم بیار. نه سوریه. بپر. خب اولین نفر موفق شد. اون دومیشم اومد. رد شدم. ماشاءالله مغولستان. یا وگرنه جا میمونی یا تو میتونی. مغولستان بیا دیگه. زود باش. زود باش بپر این طرف. نکن دیگه برادر. وای نستی نرو. بدو دیگه، زود باش. بدو. وای نزدیک بود بیفته. وای باورم نمیشه پرید. آفرین. اینم جزایر اونم رسید. خب نوبت گروه بعدیه. خوبی این چالش اینه که میذاریم خودشون نوبت پریدن رو انتخاب کنن. خب رفقا تصمیم بگیرین کی اول بره. نه کی گفته تو اول بری؟ ببین اگه بخوای جیم بزنی خودم میزنم زیر لنگت. خب مسابقه است دیگه. حاجی کشید عقب، بحثم نکرد. یه قول سیاه دومتی داره بهش میگه بچه کجا میری؟ من میخوام اول برم. اون گفت باشه برو، فقط منو نخور. ببین اگه بخوای جیم بزنی خودم میزنم زیر لنگت. خب مسابقه است دیگه. خب باشه موافقم. شروع کنید. باشه زود باش. برو. ای وای، بقیه‌تون منتظر نمونید، بیاید دیگه. حواستو جمع کن پشت پسر. سرش برو. وای بودو زود باش. وای دارن از روش رد میشن. وای اولی پری. علنا دارن از رو کله هم دیگه رد میشن. ایول بابا اولیش اومد. ما اینیم دیگه. ایوا نگفتی. سر چه رقابتی شده. وای بپا فقط جا واسه 3 نفر دیگه هست. خب حالا شد 2 تا. ایول قهرمان. یالا تو میتونی فیلیپین. بالا. آرومتر، برای چه عجله میکنی؟ ای وای. آقای آرژانتین فقط شما موندی، اگه برسی اینور برنده شدی یا بریز. همه زورتو بزن پسر. بیا داداش، به خاطر مسی هم شده. بیا مسی. از کل 10 نفر فقط شما 4 تا رسیدید اینور. بابا دمتون گرم.
بعد از دور دوم اوضاع یکم قاراش میشد. وای نه آمریکا داره میفته. نه 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 اما مرگ بر آمریکا شد. آفرین تونستی. به نظرتون میرسه یا نه؟ ای وای اون یکی افتاد. آخ مواظب باش. شرمنده 5 تامون تکمیل شد. شما بی زحمت از این مبود شرمنده. و حالا رسیدیم به دور آخر. رفقا بذارید یه نصیحت بهتون بکنم. اگه اونجا بیفتید نباید بیفتید. هی چشم بسته غیب میگی؟ دیالوگ معروف سید تو عصر یخبندانه. اگه اونجا بیفتید نباید بیفتید. هی چشم بسته غیب میگی؟ برید. خب شروعشون که شلوول بود. منتظرشون نمونید بقیه‌تون برید بودو پیجی بودو. اوی واسه کشورت بجنگ. اوی اونجا روش بعد شانسی ها ولی خوب خودشو نگه داشت. آفرین ساموئل همینجوری برو. آره همینه به خاطر کشورت بجنگ. تو مگه کشور نداری؟ پیجی آفرین. اوه نه ناچ دیگه فایده نداره. براوو. ماشاءالله سامو تقریبا رسیدی. بیا همینه. فقط 2 تا جای دیگه مونده. بودو اینم از این. اینم از نفر آخر. 50 تا کشور دیگه هم تو مسابقه ژیمناستیک باختن. خب بچه‌ها متاسفانه همونطور که می‌بینید مثل که ایران هم تو این مرحله کله پا شد. البته ما تو خود ویدیو اون ایرانیه رو نمی‌بینیم ولی خب مثل این که از ایران هم یه نفر حضور داشته و تو این مرحله حذف شده. 50 تا کشور دیگه هم تو مسابقه ژیمناستیک باختن و حالا فقط 47 تا کشور دیگه مونده. خوش اومدید آقایون و یه دونه خانم. تو این چالش شرکت کننده ها باید تیراندازی کنن و اگه بتونن این هدف از روی این سکو بزنن میرن مرحله بعد. و واسه اینکه جالب تر بشه هر کدومتون میتونید به یک کشور رای برید تا این مسابقه رو براش سخت‌تر کنید و در ازای هر رایی که بگیرن هدفو 3 متر براش میبریم عقب‌تر. کشور من میونش با اسرائیل خوب نیست. آره خیلی با اونا مشکل داره. منم با روسا حال نمی‌کنم. ای وای. آلمان شما همیشه می‌خواستین همه جا رو فتح کنید. همه داشتن زیرا به همو میزدن و اوضاع واسه یک کشور خیلی خراب شد. به کدوم کشور رای میدی؟ اندونزی. به نظرم اندونزی از همه خطرناک‌تر. واقعا؟ منم از اندونزی خوشم نمیاد. این داشمون با لبخند زیرا میزنه. همشون با هم دست به یکی کردن. مرحله قبل یادته خیلی خفم. این چیه دیگه؟ اندونزیه. این الان کشورشونه؟ خب فکر کردم کشورشون این شکلیه دیگه. برادر پیکاسو است. خب اولین شرکت کننده کشور گوام. به نظر چند تا رأی آوردی؟ به نظرم احتمالاً 3 تا. آره درسته 3 تا. 3 تا. از کجا فهمیدی 3 تا رأی داری؟ غمی ندارم چون باشگاه میرم و فرض و قوی. دفعه اول تیرکمون دستت میگیری. ای، ریدم. اینه که بده. نشد که میشه. وصیتی نداری؟ خیر. پس برو. خدا بیامرزه. کشور موناکو 6 رأی گرفت. جونمی جون ولی کارم سخت شد. رفیقمون چه مو قشنگه. ممنونم قربان. ببینیم مو قشنگم تیر میزنن یا نه. باریکلا. آره درسته. بچه این موناکو باخت نمیده. شاهزاده‌مون سر بلند کردن. همون که تو میگی. استرس داری؟ نه اصلا تو هر کدوم ببازم تو یکی نمیبازم. داداش لازمش داری. همینو میخوایم ما. روبین هود زمانه است و داداشا راحت باشید بزنید تو کلمات. چیزی نمیشه فقط 250,000 تا کفتون میره. وصیت بنما. از مسابقتون ممنونم. ان سری بره. اینم به افتخار هموطنا. حالا آذربایجان. یا شانس آذربایجان. بیا داداش به خودت باور داشته باش. ای بابا کول باش. میخوای یه مستر 20 شکل بزنی تقویت بشی؟ دوپینگ مجانی. راستش من عاشق اینم. چخ قشنگی. مستر 20 شکل جواب داد. یا شانسی. عاشق این بخششم که این آذربایجانیه با لهجه محلی صحبت میکنه. واقعا خلاقانه بود. جا داره از همینجا از گویندش تشکر کنم. داشت دم خلاقیتت گرم. نگرانی؟ هدفم دوره ولی یه کاریش میکنم. از پسش برمیام. تنها دختر باقی مونده از عربستان سعودیه و کمونمون از قدش بلندتره. آه. خسته نباشی دلاور.
خب کشور اندونزی که 12 تا رأی آورد. رفقا تا جایی که میشه ببریدش عقب. مسابقه اول تو برنده شدی. مرحله دومم خیلی سریع تموم کردی. طبیعیه که این بلا سرت بیاد. آره میدونستم. این دورترین فاصله ایه که امروز هدفو گذاشتی. نظر خودت چیه؟ پس کاش عقب‌تر بود. عقب‌تر از این؟ شوخی کردم داداش. التماس دعا چون محتاجم بده. وای از بغلش رد شد. ارتفاعش خوب بود، فقط یکم کشید به چپ. شرمنده همتون عزیز، سعیمو کردم. دیدین که رقیب قدرشون من بودم. برو به خودشون بگو. و حالا و با پایان این مرحله فقط 16 کشور دیگه باقی مونده. شرکت کننده های عزیز بیایید تو. بیایید. تبریک که تا اینجا دوم آوردید. قبل از شروع مرحله بعدی براتون یه پیشنهاد دارم. به همشون یه کیف $10,000 بدید. $10,000 پول نقده. اگه میخواید میتونید همین الان با 10,000 تا برید خونتون. اگه نه هم میتونید بندازینش پایین و برید ادامه. به همین سادگی. واقعا پول خیلی زیادی. یه چند تایی وسوسه شده. یادتون نره نصفتون قراره حذف بشید و این تنها شانسیه که با جیب پر از اینجا برید. خب پول خیلی زیادیه ولی مطمئنم که میتونم مدالو ببرم. اومدم که برنده شد. منم اومدم که همه رقیبامو نابود کنم. به نظرتون قیافش شبیه کسی که میکشه کنار؟ من پولو نگه میدارم. تو نگهش میداری؟ خب یه نفر قبول آفرین به کرد. هوش و درایتت. خب نفر آخر فیجی، تو قبول میکنی یا نه؟ بله آقا. ماشاءالله فیجی. فیجی و ایتالیا رفته. حالا وقت شمشیر بازیه. ما گذاشیم برنده های چالش قبلی حریفشون رو انتخاب کنن و بعدش قراره 2-2 با شمشیر بیفتن به جون هم. برنده کسیه که اولین ضربه رو بزنه. لیبریا حریفتو انتخاب کن. من میخوام با مولداوی بجنگم. مولداوی برو اون طرف و پیش لیبریا وایس. کشور اریتره تو میخوای با کی بجنگی؟ با اون آخریه. لوکزامبورگ. خیلی خوب. چه بزنی بشه. منم با تاجیکستان میجنگم. تاجیکستان. خیلی خوب. ماداگاسکار. اسلوونی. منو تو هم با همین. آذربایجان. یادا یادم زد. خب دور اول ساموآ و آذربایجان. من با همه وجودم میخوام مدال واسه کشورم ببرم. راستش خیلی هم نگرخیدم. خدا به دادش برسه. یا خدا. بچه یه نکته جالب بهتون بگم. این تیکر رو زبون اصلی براتون میذارم ببینید. یه سنت جالب ساموایی به نام هاکا و یه جور رجز خوندن قبل از مبارزه یا انجام یه کار مهم. بعد خیلی براشون جا افتاده و رسمه. حتی یه بار یه خانوم نماینده پارلمانشون توی مجلس این کارو انجام داد و پرای همه ریخته بود. خیلی ویدیوش باحاله. ببینیم ما هم. جالب بود برام، گفتم به شما هم بگم. خب برگردیم سر ادامه ویدیو. یکی میرود ادامه و دیگری سقوط میکند. شروع کنید. ای وای یه نفر باید حمله کنه. ای وای نزدیک بوده. ای وای ساموآ برنده شد. آره. بحث اطلاعتون این لباسای مخصوصی هن و با تکنولوژی بهمون میگن کی اول ضربه خورده. اینا دقیقاً همون لباسایی هن که تو المپیک استفاده میشه. موفق باشید داداش. الله یارو. آذربایجان لطفاً این وسط وایسا. متاسفانه شما حذف شدید. مبارزه بعدی بین عراق و ماداگاسکاره. شروع کنید. یادتون نره این مسابقه چقدر مهمه. ببینم چه میکنی عراق. یکم عجیبه که به جای اسم ملت کشورشون رو صدا بزنی. نه فعلا خبری نیست. همچین بدم نمی جنگن. آره. عراق برنده شد. آره واقعا حقت بود. دوست دارم رفیق. حیف شد باختی. ماداگاسکار متاسفانه شما هم به فنا رفتید. حالا اسلوونی و موناکو. شروع کنید. موناکو به جلو میره. خب تا رفقمون می جنگن بریم سراغ اسپانسر این ویدیو که استامبل گایزه. یه بازی چند نفره و مجانی که توش 32 نفر مسابقه میدن تا ببینن کی برنده میشه. خدایا. راستی تا اینجا که اومدید لطفا یادتون نره ویدیو رو لایک کنید. سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره چون یه عالمه ویدیوی خفن دارید. ای وای زدیش. همه تلاشمو واسه کشورم کردم ولی نشد که بشه.
مبارزه بعدی بین مولداوی و لیبریا است. شروع کنید. تازه میدونستید که ما کانال تلگرام و پیج اینستاگرام هم داریم؟ داره خوب حمله میکنه. مواظب باش. لطفاً عضو کانال تلگرام و پیج اینستامون بشید تا ویدیوهای خفنی که میذاریم و اولین نفر ببینید. استامبل گایز رو هم میتونید از اپ استور بگیرید، هم گوگل پلی و هم استیم. به زودی رو کنسولام به خدا یه لحظه جرقه. آره به زودی استامبل گایز رو پلی استیشن و ایکس باکس هم میاد. مولداوی و حالا میرسیم به مسابقه آخر. لیبی در برابر مونتنگرو. مبارزه ای سر این مدال $250,000. برات آرزوی موفقیت میکنم ولی رحمی تو کارم نیست. شروع کنید. مدال شوت نکنه صلوات. و کسی پاش روی این مدال نمیره. میگم چطوره یکم بیا این ورسا. ای وای. این ور. بیا جلو اینجا. بیا جلو حالتو بگیرم. جلو تو بپا. و برنده این دور لیبیه. لیبی میره مرحله بعد. مونتنگرو شرمنده. مبارزه باعث افتخارم بود. بندازینش. خب حالا وقتشه که مدال طلا رو بردارم و بریم مرحله نهایی. تا اینجا دیدیم که یه عالمه آدم از هر کشوری تو دنیا تو دو میدانی، ژیمناستیک، تیراندازی و شمشیرزنی با هم رقابت کردن. و حالا نوبت چالش پایانیه. ضربات پنالتی. قوانین بازی سادن. اگه بتونی گل بزنی میری مرحله بعد، اما اگه نتونی حذف میشی. 7 کشور برتری که باقی موندن اسلوونی، مولداوی، تاجیکستان، اریتره، لیبی، عراق و ساموا هستن. آش با خودم میگم آخه چی با خودم فکر کردم که یه چمدون پر پول انداختم بره. من به خودم مطمئنم، برای همینم برش نداشتم. خیلی ها مثل من دودل شدن، ولی با اینکه سنم بالاست نباید دست کم بگیرین. من این کارو به خاطر کشورم میکنم. آره همینه. بزن بریم. بچه‌ها این همون رجزخونیه بود براتون گفتم، اینجا دوباره اجراش کرد. بزن بریم. به خاطر زنم حتما برنده میشه. شرکت کننده ها رو بیارید. بفرمایید تو. فقط بحث یادآوری، یه نفر از شما قراره این مدال $250,000 رو ببره. کی میخواد اولین پنالتی رو بزنه؟ من میزنم. خیلی خوب، اسلوونی اولین ضربه رو میزنه. رفقا این یکی خیلی آسونه، اگه بزنی بیرون واقعا شاخ در میاره. درسته دور اول خیلی آسون بود، ولی قرار نیست اینجوری بمونه. خب حالا که همتون گرم شدید، میدونی که الان چی میشه؟ آره فکر کنم بدونم. چندلر بیلبیلکو بیا. چالش واقعی تازه از اینجا شروع میشه. تازه قراره یه عالم سخت‌ترم بشه. احتمالاً اولین بازندمون تو این چالش باشه. خیلی چفته همه. این که خیلی ناجوره. فکر می‌کردم کارمون راحت شرط تره. می‌بندم تو این یکی یه نفر میره بیرون. اسلوونی اولین نفره. بزنید به افتخارشون اون عقبی‌ها. با وجود اینکه دروازه رو کوچیک کردیم ولی اونا بازم تونستن گل بزنن. اسکه باید خیلی بیشتر از اینا سختش کنیم. آفرین. فعلا که هیچکی خطا نزد، اما در نهایت یه نفر سوتی داد. اولین ضربه خطا. شرمنده داشت ولی متاسفانه حذف شدی. گناه داشت. افتخارش. کجا رفت هاشم؟ حالا فقط 6 نفر باقی موندن. این دفعه به جایی که بازم دیوار بیاریم فقط اینا رو اینجوری میکنیم. وای نه این کارو نکنی. بینشون به اندازه یه چندلر فاصله است. خب اسلوونی نوبت توه. آفرین. معلومه گل کوچیک زیاد زده. راحت باش، دقت کن. این چرا همچین کرد؟ از این بهترم میشد بزنم، ولی به هر حال بهترین 5 روز عمرمو گذروندم. حالا تازه جای سختش مونده. مسابقه است دیگه. حالا فقط 5 کشور باقی مونده. بالاخره میبرمت. خب حالا نوبت ساموا است. این ضربه خیلی مهمه، طرفدارا همه دارن تشویقش میکنن. احترام نظامی. زد تو کلمه. میدونین خیلی شرمندم که نتونستم برنده بشم، ولی تجربه فوق‌العاده‌ای بود. به نظرم هموطنامو رو سفید کردم. ای وای. حیف شد رفیق. کل کشورهای دنیا تو این چالش شرکت کردن و الان فقط 2 تاشونن که باقی موندن، لیبی و اسلوونی. یکی از شما قراره این مدال طلایی $250,000 رو بزنه تو رگ. جیمی میخواد بازی رو حسابی سختش کنه. وایسی نگاه کن. بچه‌ها میشه دیوارا رو بردارید؟ قراره به جای دیوارا خودتون نوبتی توی دروازه وایسید. آره. اونقدر ادامه میدیم تا یه نفر بالاخره جلو بیفته. حتما میگیرمش. وای چه استرسی داره.
نداشتیم ما این کارا اسم داره داشت. اسلومونی اومد اذیت کنه ولی رفیقمون هیچ جوره گولشو نخورد. با اراده آهنین تو چشاش زل زد که مثلا مرد حسابی این کارا چیه؟ سنی ازت گذاشت خجالت بکش. خون خب سرده. حالا یه بارم بهت خندیدیم بزن دیگه. اگه بتونی گل بزنی همین الان برنده خوشبخت المپیکمون میشی. به امید خدا. فقط کافیه این توپو گل کنی تا برنده بشی. برنده منم. به پادرش 7-8 کیلو وزنشه. برای من شد. میبرمش خوده. میتونی همین فردا این مدالو 250,000 تا بفروشی و اسلوونی هم نقره میگیره. اتفاقا نقره‌ای به میاد. تبریک به همتون. من بردم. خب اینم از مسابقه المپیک ما. نه تنها این 3 نفر مدال گرفتن بلکه هر کی تو مسابقه بود $2,000 جایزه گرفت. امیدوارم حال کرده باشید. تا ویدیوی بعدی. تقدیم به کشورم لیبی. خب این بوده از المپیک مستر بیست. امیدوارم لذت برده باشید. لایک ویدیو یادتون نره. مثل همیشه پیج اینستاگرام من و کانال تلگرام من و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.